خب حالا رسیدیم به مکالمه. من فایل صوتی مکالمه رو براتون پخش میکنم. شما به دقت به اون گوش کنید و بعد از بیان هر جمله اونو با خودتون تکرار کنید. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. خب حالا بعد از مکالمه وارد گرامر میشیم. تو این درس قراره بهتون ضمایر فاعلی رو آموزش بدیم. ضمیر چیه؟ ضمیر کلمه‌ایه که جایگزین اسم میشه و از تکرار اون جلوگیری میکنه. ضمایر فاعلی در جایگاه فاعل میان و اول جمله قرار میگیرن. ضمایر فاعلی عبارتند از I به معنای من، you به معنای تو یا شما، he به معنای او برای آقایون استفاده میشه، she به معنای او برای خانم ها استفاده میشه، it به معنای آن برای اشیاء و حیوانات استفاده میشه، we به معنای ما، they به معنای آنها. به این مثال توجه کنید. Ali is a student. علی یک دانش آموز است. He is a student. او یک دانش آموز است. Ali and Sarah are teachers. علی و سارا معلم هستند. They are teachers. آنها معلم هستند. ضمیر یو توجه داشته باشید که هم به معنای تو می باشد هم به معنای شما. یعنی هم برای مخاطب جمع استفاده میشه و هم برای مخاطب مفرد. به این مثال توجه کنید. You are a manager. تو یک مدیر هستی. You are managers. شما مدیر هستید. حالا میرسیم به افعال to be. افعال to be افعالی هستند که به معنای بودن هستند. افعال to be در زمان حال شامل am و is و are می باشند. فعل am بعد از ضمیر فاعلی I به کار میره. به این مثال توجه کنید. I am a doctor. من یک دکتر هستم. I am a student. من یک دانش آموز هستم. فعل is برای ضمایر فاعلی he، she و it به کار میره. برای فاعل‌های سوم شخص مفرد هم به کار میره. به عنوان مثال She is a nurse. او یک پرستار است. It is a cat. آن یک گربه است. Ali is a manager. علی یک مدیر است. فعل are برای ضمایر فاعلی we، you و they به کار میرن. همچنین برای فاعل‌های جمع هم به کار میره. مثال You are a teacher. تو یک معلم هستی. You are teachers. شما معلم هستید. We are a dentist. ما دندان پزشک هستیم. Ali and Sarah are students. علی و سارا دانش آموز هستند. شکل مخفف افعال to be به صورت زیر می باشد. I am a student. I am a student. He is a manager. He is a manager. You are a teacher. You are a teacher. برای سوالی کردن افعال to be کافیه جای فاعل و فعل to be رو عوض کنیم و فعل to be رو به اول جمله بیاریم. به این مثال توجه کنید. It is a car. آن یک ماشین است. Is it a car? آیا آن یک ماشین است؟ He is a teacher. او یک معلم است. Is he a teacher? آیا او یک معلم است؟ They are doctors. آنها دکتر هستند. Are they doctors? آیا آنها دکتر هستند؟ برای منفی کردن افعال to be فقط کافیه بعد از فعل to be یک کلمه not اضافه کنیم. به این مثال توجه کنید. I'm not a nurse. من یک پرستار نیستم. You are not a doctor. شما دکتر نیستید. He is not a student. او یک دانش آموز نیست. شکل مخفف کلمه not به شکل زیر می باشد. They are not books. They aren't books. She is not a doctor. She isn't a doctor. توجه داشته باشید که عبارت am not شکل مخفف ندارد. یعنی فقط باید به صورت I am not یا I'm not نوشته بشه. یعنی کلمه I amn't اصلا نداریم. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. برای درس بعدی آماده باشید. خدا نگهدار.